در شهری سرد روسیه که برف سفید کوچه ها را مثل کفن آرام پوشانده بود، جوان با نام فرهاد هر سحر از پس تیره‌زای یخبسته به آسمان می‌نگریست و در دلش حس می‌کرد که چیزی از او دور شده ایستاده است. او برای پول رفته بود، برای آرزوهای خانه، برای تبسم مادر و بخت خواهرش مهر انگیز. در فابریکه تنگ نفسی آدمون با بوغ گرم آمیخته میشد. صدای ماشین ها گوش ها را می آزرد و در بین اون صداها فرهاد تنهایی می کشید. هر باری که به تلفن می نگریست انتظار پیامی از خانه می شد. شبی وقتی که شهر به خاموشی سرد فرو رفت، تلفن او با پیام آوازی لرزید که هنوز گوش نکرده هم دل را فشار می داد. و او نمی‌دانست که این پیام زندگیش را دیگر می‌کند. در دهه کوهستانی تاجیکستان که شمال بیگاه بوی هیزم و نان را پهن می‌کرد، مهرانگیز هر روز نزد دروازه می‌نشست و برای دور می‌نگریست، گویا برادرش از پس کوه‌ها برمیگردد. آدمان در دهه گپ‌های پنهانی می‌کردند. چشم‌ها زود از رویش می‌گذشتند و مادر کوشش میکرد تبسمش را نگاه دارد، اما در نگاهش اضطراب پنهان بود. همسایه‌ها درباره خواستگاری حرف می‌زدند که از شهری دیگر آمده است و با ثروت خود همه چیز را حل کردن می‌خواست. در هوای آرام چیزی مثل طوفان جمع می‌شد و مهرانگیز این را حس می‌کرد، اما سبب حقیقی را نمی‌فهمید. تا روزی که در خانه قرار قبول شد. برمسکل فرهاد پس از کاری وزنین به خوابگاهی تنگ برگشت و پیامی آوازی را باز کرد. اما صدای ماشین های بیرون نمیگذاشت که هر کلمه را درست شنود. صدایی که مثل لرزشی دل بود از خواهرش می آمد. در آن التجا و ترس پنهان بود که گویا از دیوارها می گریخت. او احساس کرد که چیزی نادرست است، ولی خود را باور کنان که شاید تنها خیالش است. دوستانش او را به کار و پول فکر کردند و دور می‌کردند. می‌گفتند که زندگی در مهاجرت دل را سخت می‌کند. آن شب فرهاد به تریزه تکیه کرد و به خود گفت که بدتر گوش می‌کند. اما این بدتر آغاز در فهمی شد. در ده آمادگی به توی مثل ابر تاریک بر سری خانه نشست. مهرانگیز در حجره می نشسته بود و برای ملهای سفید می نگریست که بوی آهن و اشک داشتند. مادر با دعای آرام لبانش را جنباند، گویا می خواست از آسمان نشانه ای بگیرد. آدمای کلانسال تصمیم را همچون راه نجاتی عائله می دیدند، زیرا قرض‌ساز زیاد بودند و نام پدر دیگر حفظ نمی شد. مهرانگیز به خود امید بداد که برادرش میفهمد و چیزی را دیگر میکند. اما در همین لحظه تلفن خاموش ماند. فرهاد در شب سرد دیگر وقتی که برف مثل آرد بر روی راه میریخت، پیام آوازی را دوباره گوش کرد. این دفعه هر کلمه مثل تیر به دلش زد. خواهرش التجا کرده بود که او زودتر برگردد، زیرا قرار را بیروازگی او قبول کردند. صدا با گریه تمام شد و پس از آن تنها خاموشی میماند. فرهاد دستانش را بر رویش گرفت، اما دیر فهمید که در بین کار و پول او از خانه نورتر شده است. همان شب او به آسمان نگریست و در دلش اولین شبهه پیدا شد که شاید مهاجرت تنها جسم را نه بلکه روح را هم نبرد و قرار گرفت که پگاه به خانه زنگ میزند. صبح دیگر زنگ جواب نگرفت. در ده تلفن‌ها خاموش بودند و شمال سخت برگ‌ها را از درختان می‌کند. مادر در حولی آرام نشسته به زمین نگاه می‌کرد، گویا هر ثانیه انتظار معجزه باشد. مهرانگیز برون خانه مثل سایه حرکت می‌کرد، بی صدا، بی خنده. خواستگار با نظر سخت به همه می‌نگریست و حضور او مثل دوار فشار می آورد. در دلهای عائله چیز می شکست. با فرهاد هنوز نمیدانست که چقدر دیر شده است. در فابریکه وقتی که صدای ماشین ها بلند شد، فرهاد خود رو گم شده حس کرد. هر حرکتش سست بود و روبر با چشمی سرد با او نگاه میکرد.
او تصمیم گرفت که پول جمع کند و برگردد، اما قرضهای روح، ژوره و ترس از دست دادنی کار او را نگاه می داشتند. شب هنگام خواب او خواب دید که خواهرش در بین تمان از او دور می شود. وقتی بیدار شد دلش سخت می تپید و در تلفن باز یک پیام کوتاه پیدا شد که تنها صدای نفس شکسته داشت. در دهه روزی توی فرا رسید. صدای دایره با گریه پنهانی آهسته می شد. مهرانگیز در نزد آینه به خود می نگریست، اما در چشمانش نور نبود. مادر به آسمان نگاه کرده دعا می‌خواند، گویا از خدا نشانه ای طلب کند. همسایه‌ها تبسم می‌کردند، ولی در دل‌هایشان سوال‌های زیاد بودند. همین وقت شمولی سخت رویمال را از سر عروس کند و لحظه همه خاموش ماندند. گویا طبیعت خود از این قرار راضی نبود. فرهاد پس از شنیدن پیام نو به بیرون دوید. برف بر رویش می‌خورد و شهر مثل لابیرینت بیگانه می‌نمود. او خود را گناهکار حس کرد که چرا پیشتر گوش نکرد. در ایستگاه مترو آدمان به او اهمیت نمیدونند. هر کس در جهان خود بود. او در دلش التجا کرد که همه چیز هنوز تغییر یابد. اما وقت به خونه زنگ زد، ابوزی بیگانه جواب داد و با آهنگی سرد خبر داد که توی گذشته است و پس از این خاموشی مثل دیوار برخو فرو آمد. در دهه پس از توی هوا وزنین شد. مادر در کنج خانه نشسته به عکس فرزندانش می نگریست. مهرانگیز به خانه نو رفته بود، اما دلش در حوله کهنه مانده بود. آدمون حرفهای تسلی می گفتند، ولی در چشمانشان شبهه پنهان بود. شبی وقتی که آسمان پر از ستاره بود، مادر دعای دراز خواند و از خدا خواهش کرد که پسرش را بیدار کند و در همون لحظه فرهاد بررسی ناگهان از خواب پرید. گویا کسی او را صدا زده باشد. فرهاد به مسجدی خورده در کنار شهر رفت. درون آن گرم بود و بوی هیزم دل را آرام می کرد. او در گوشه نشسته به خود اندیشه کرد که چگونه پول او را از اهل خانه دور کرد. در دلش حس شرم پیدا شد و اشک‌ها به اختیار ریختند. وی تصمیم گرفت که برگردد حتی اگه همه چیز را از دست دهند. اما وقتی به کارگاه رفت، راهبر با تهدید گفت که اگر رود دیگر برگشتن ندارد و این قرار را باز هم دشوارتر کرد. در دهه مهرانگیز شبها را به خواب می‌گذراند. خانه نو برای او مثل قفس بود و صدای قدم‌های شوهر در دالان دل را فشار می‌داد. او به برادرش پیام دیگر فرستاد، اما این دفعه تنها سقوط بود. مادر در آرزوها دخترش را می‌دید که از پسی دروازه نگاه می‌کند. آدمان بدگمان در دهه آوازه و پند می‌کردند که همه چیز خوب است. اما حقیقت در پس درهای بسته پنهان بود و کسی نمی‌دانست که شب آینده چی روی می‌دهد. فرهاد بلیتی راه خرید. وقتی که کاغذ را در دست داشت، دلش سبک شد. گویا باری سنگین از رویش برداشته باشد. دوستانش را دیوانه نامیدند. می گفتند که چنین قرار زندگی را ویران می کند. اما او دیگر به صداهای بیرونه اهمیت نمیداد. شب پیش از سفر در خوابش پدری مرحوم را دید که با نگاه آرام به او اشاره میکرد. وقتی بیدار شد حس کرد که این نشان است و در دل امیدی نو پیدا شد. در دهه طوفان سخت برخاست. باران به قیش میزد و کشره‌ها خله شدند. مهرانگیز در نزد تریزا نشسته به راه دور می‌نگریست، گویا حس می‌کرد که برادرش نزدیک می‌شود. مادر شمع افروخته برای فرزندانش دعا می‌کرد. آدمان بدخواه در گوشه‌ها پیچ راست می‌زدند که مهاجران دیر فهمیدن و دیگر چیز تغییر نمی‌یابد. اما در دل مادر حسی عجیبی پیدا شد. گویا صبح دیگر با خود خبری نو می‌آورد. فرهاد در هواپیما نشسته به تریزا می‌نگریست. ابرها مثل دریاهای سفید از زیر بالها می‌گذشتند. او تمام راه درباره خواهرش فکر کرد و از خدا بخشش پرسید. هر نفسش
پر از ترس و امید بود. وقتی که هواپیما به فرودگاه نزدیک شد، دلش تیز می تپید. زیرا نمیدونست که در خانه چی انتظارش است و آیا خواهرش هنوز به او باور دارد یا نه. در دهه خبر پهن شد که فرهاد برمیگردند. مادر اشک ریخت، اما این دفعه اشک‌های امید بودند. مهرانگیز این را شنیده لحظه تبسم کرد، ولی ترسیده شدن در دلش باقی ماند. آدمان در کوچه ها به همدیگر می‌نگریستند، گویا انتظار رویدادی بزرگ باشند. شامگاهان آسمان رنگی سرخ گرفت و همه حس کردند که شب آینده آرام نخواهد بود. فرهاد به دیه رسید. حق بوی کودکی داشت و صدای رودخانه دلی او را لرزاند. وقتی مادر را دید زانوهایش سست شدند. او از مادر فهمید که خواهرش چگونه روزها را پس سر کرده است. دلش پر از غضب و پشیمانی شد. وقتی به سوی خانه خواهرش رفت، شمالی سخت برخاست. گویا طبیعت نیز از این رویداد ناراحت باشد و در نزد دروازه قدمهایش سست شدند. در داخل خانه فضا وزنین بود. مهرانگیز برادرش را دید و اشک در چشمانش جمع شد، اما صدایی نبرآمدند. فرهاد با نگاهش از او بخشش می‌پرسید. او احس کرد که دیر آمده است، اما هنوز می‌توانست پشتیبانی کند. شوهر خواهرش با چهره سخت به این ملاقات می‌نگریست و در هوا احساس مقابلیت پیدا شد. لحظه همه خاموش ماندند، گویا قرار در یک نفس حل می‌شوند. شب در دیه به شدت گذشت. فرهاد در نزد خانه نشسته با آسمان می‌نگریست و در دل دعا می‌کرد. او درک کرد که مهاجرت تنها راه پول نیست، بلکه سنجش روح است. مادر به نزد او آمد و با نگاه آرام نشان داد که هنوز همه چیز تمام نشده است. در همان لحظه از درون خانه صدای قدم ها بلند شد و فرهاد نفسش را نگاه داشت. صبح دیگر نور به حولی کهنه افتاد. مهرانگیز با روی آرام بیرون برآمد و در چشمانش قوه نو دیده میشد. قصه با معجزه کلان انجام نیافت، اما در دلها بیداری پیدا شد. فرهاد فهمید که دیرپهمی هم میتواند عبرت شود اگر انسان راه خود را دیگر کند. دیه آهسته با آرامی برگشت و مادر به آسمان نگریسته شکر گفت. اما در دل فرهاد سوالی ماند. آیا او میتوانست پیشتر برگردد و تقدیر خواهرش را دیگر کند یا این درس برای تمامی عمر با او میماند؟